حمد و ستایش پروردگار و درود و سلام به پیغمبر عزیز و محبوب و مهربانش. قبل از همه شکر و سپاس و حمد خداوند عزیز و مهربان را میگوییم که برای ما خداوند زبان گویا داد تا راز دل میگوییم، به همدیگر گفت و شنید میکنیم. الله برای ما چشم بینا داد تا زیبایی های زمین و آسمان و مخلوقات الله را تماشا میکنیم، عبرت میگیریم. الله برای ما گوش شنوا داد تا راز دیگران، درد دیگران را خواهیم شنید. الله برای ما عقل رسا داد تا اندیشه و تفکر بکنیم، تشخیص از چیزهای خوب و ناخوب بکنیم. الله برای ما دست گیرا داد، برای ما پای روان داد. این همه نعمتهای الهی را خداوند برای بنده عاجز نصیب کرده است تا که در سبب روزگار زندگیش تنقیصی نکشد و در معیشت روزمره زندگیش با آسوده حالی عمر به سر ببرد. خداوند عزیز و مهربان انسان را از دو ماده ترکیب کرده است، یکی جسم و دیگری روح، یکی مادی و دیگری معنوی، و انسان را مسئولیت شناس نموده است که این دو نعمت و این دو امانت پروردگار را بسیار هم با خوبی اداره بکند، بسیار هم با خوبی نگاه نماید تا برای خود ضرر نآورد و برای دیگران هم ضرر آور نباشد. همان گونه‌ای که جسم ما و شما تربیت و جسم ما و شما نگاه بودین میخواهد، این چنین روح ما و شما هم نگاه و بین میخواهد، زیرا این دو چیز به هم خیلی توأم هستند. یکی از اینها اگر ناآرام باشد دیگری را آرام بودن نمیتواند. از این جهت یکی از نعمتهای بزرگ پروردگار این جسم سالم است که یکی از شخصیت‌هایی که فقیر و خیلی نادار و کمبغل بود به حضور یکی از عزیزان خدا و یکی از اهل علم آمد و از او سوال نمود که چی کار انجام نمایم که من اهل ثروتمند شوم، رزق و روزی هم بسیار فراوان شود. و آن شخصیت عالم در این نفر دید که نعمت‌هایی که خدا براش داده است نمی‌شناسد و سپاس آنها را نمی‌دارد. خواست برای او عملاً یک مثال بزند که تو بر نعمت‌های داده‌ای که براش نصیب شده است درک نماید. گفت براش که میخواهی که 10,000 تنگه داشته باشی اما زبان گویا نداشته باشی. گفت نه، من هرگز این را نمیخواهم. گفت میخواهی که 20,000 تنگه داشته باشی اما چشم بینا نداشته باشی. گفت نه، هرگز این را نمیخواهم. میخواهی که 30,000 تنگه داشته باشی اما گوش شنوا نداشته باشی. گفت وقتی پول مال و ثروت زیاد داشته باشم که وقتی که گوش شنوا و چشم بینا و زبان گویا نداشته باشم، چی در کار برای من اینقدر ثروت زیاد؟ گفت پس تو ثروتمندترین شخصیت دیار خود هستی که 30,000 دینار داری، باز میگویی که من فقیر و کمبغل هستم. یعنی چرا نالد کسی از تنگ دستی که گنج به قیاس است تندرستی. تندرستی و تن صحت این یک نعمتی است که او را به هیچ چیز ارزش دنیا قیاس نخواهد کرد. از این جهت در حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمده است که پیغمبر محبوب ما و شما میفرمایند که من اصبح منکم آمنا فی سربه، یکی از شما سحر صبح خیست، از خواب بیدار شد و دید که خانه او از تمام آسیب، از تمام گزنده های روزگار و زندگی محفوظ است. یعنی آن سرپناهش کاملا بالای سرش ایستاده است و یگان زلزله، یگان آسیب در کاشانه و خانهش نآمده است. معافا فی جسده، در جسدش یگان بیماری رو احساس نمی کند. تنش صحت است، دستایش حرکت می کند، چشمایش می بیند، گوشهایش می شنود، زبانش گویا هست، نفسش وارد می شود و بیرون می آید. عنده قوت یومه، در نزد او خوراکه یک روزه در ذخیره خاندانش هست. فکأن حیزت له الدنیا بحذافیرها، پس پیامبر خدا گفتن گویا اینی که تمام دنیا با نعمتهایش با سراغ او آمده باشد.
پس بینید که این نعمت‌های آرامیش که وقتی که از خواب بیدار می شود نعمت آرامی هست، یگان تهدید، یگان ترس و وهمی در زندگی بالاش نیامده است و در جسدش تنی صحت هست، روزگار یک روزه متاع مثلا قوت یک روزه براش در خاندانش هست، گویا این که همه نعمت دنیا را داشته باشد. در حدیث دیگر پیامبر خدا فرمودند که روایت امام بخاری است: نعمتان مغبون کثیر من الناس الصحة والفراغ. دو نعمتی بزرگی از پیامبر خدا فرمودند که بسیاری از مردم قدر اون دو نعمت را نمیدانند. یکی نعمت صحت و تندرستی، تن سالم، و دیگری نعمت فراغی، یعنی انسان خداوند برایش بعضی وقتهای خالگی نصیب کرده است که این هم یکی از نعمتهای بزرگی پروردگار است. باید آن وقتهای خالگی را برای کسب یک خوبی و نیکی باید او را صرفش نماید. در حدیث دیگر پیامبر خدا فرمودند که شما 5 چیز را قبل از آمدن 5 چیز غنیمت بشمارید. یکی از آنها صحتک قبل سقمک، تنی صحتت و تنی سالمت را پیش از بیمار شدنت باید که انسان غنیمت بشمارد. حالا سوال به میان می آید که چرا دین مبین اسلام اینقدر برای صحت و سلامتی انسان اهمیت می دهد و ارزش خیلی بالا قائل است؟ زیرا این که تمام دیگر نعمت هایی که در جانب و اطراف انسان هست، اینا همه وابستگی به تن صحت انسان دارند. زیرا اگر تن صحت نباشد، انسان در خورد و خوراک هم در دهانش چیزی مزه نمی دهد، وقتی خوش را احساس نمی کند، صحبت دوستان برایش دیگر خوش‌آور و گوارا نیست، دیگر دیدار فرزند براش گوارا نیست. وقتی که بدن انسان دردمند باشد، دیگر همه نعمت‌ها برای او چیزی است. حتی ثروت و پول و مال زیاد برای انسان دیگر هیچ منفعت بخش نیست. از این جهت نعمت سلامتی برای انسان بسیار اهمیتی دارد. بخصوص در ساحه دین اگر نعمت سلامتی نباشد، انسان نماز را خوب خوانده نمیتواند، انسان وضو گرفته نمیتواند، به نماز جماعت رفته نمیتواند، نماز شب ندارد. از این جهت باید که رسالت انسانی انسان همیشه باید حفاظت باشد و در مد کار باشد تا سلامتی خودش را حفاظت نماید.